نه سپارش شفایی نه سپارش خطی از نام وزیر یا وزارت معارف نه به وزارت معارف جمهوری اسلامی را نه به شهروندان علاهیده جهتی از ایران بازگشت داده شدگی نیست. این حقوقهای دانشجو است که میخواهد از یک مکتب عالی به مکتب عالی دیگر، از یک کشور به کشور دیگر گذرد تحصیل کند، از یک اختصاص به اختصاص دیگر گذرد تحصیل کند. اگر اختصاص ها قرابت داشته باشد، یعنی نزدیکی داشته باشند، خویش تباری داشته باشند، اجازت داده می شود. تجربه که ما داریم در سال 2017 اگر یگان رقم به اشتباه نکنم 11 یا 11 عریضه جهتی انتقال یافتن از خارج کشور مراجعت شدگی است. یک قسمی همین از ایران است. با سبب نداشتن امکانیت مالیوی چون سالی بحرانی است، بعضی با سبب بیماری والدانشان، نفرایی است که با سبب فوت والدانشان مراجعت کردند. ما نمیتوانیم گوییم که نه انتقال داده نمیشد. با اختصاصش مانند در کورس موافق البته در این حالت‌های استثنایی هستند. تنها با اجازه وزیر معارف این کار صورت میگیرد. من اجازت میتیم در این حالت‌ها و من با معلومات شما باید رسانم. چنین عریضه‌ها از فدراسیون روسیه هم هستند، چنین عریضه‌ها از قرقیزستان هم هستند که شهروندان ما اونجا تحصیل میکنند، چنین عریضه‌ها از ترکیه هم هستند، باز میگم از فدراسیون روسیه هم هستند. عجیب همه که چنین عریضه‌ها در داخل تاجیکستان هم هست. مثلا از خاروق در خوجند میخواهد به دانشگاه خاروق برگردد، از در خاروق تحصیل میکند، از خوجند است میخواهد به خوجند برگردد یا به دوشنبه برگردد یا برعکس. سپس خواهرای عزیز هستند اینجا بانوهای